وقت بخیر دوست خوبم، ایرن هستم و شما به ایرن پادکست گوش میکنید. اگه بخوایم مجموعه بازگشت به گذشته رو همینجا تمومش بکنیم جوری که برای زندگی الانمون مفید باشه، شاید بهتر باشه به جای اینکه درگیر علتها باشیم چند تا کار ساده رو انتخاب بکنیم. کارهایی که کمک میکنن ذهن ما کم کم از رفت و آمدهای خسته کننده بین دیروز و امروز فاصله بگیره. پس بیایم بپردازیم به چند تا روش ساده که میتونه تو این مسیر به ما کمک بکنه. اولین کار شاید عجیب به نظر برسه، اما تاثیرش خیلی زیاده. اینی که هر وقت یه خاطره قدیمی دوباره بالا میاد، به جای اینکه فوراً وارد تحلیل و بحث ذهنی با خودمون بشیم، خیلی ساده اون رو روی کاغذ بنویسیم. تحلیلش هم نکنیم، قضاوتش هم نکنیم، فقط همون اتفاقی که افتاده بود رو بیاریم روی کاغذ. مغز انسان وقتی یه تجربه رو فقط تو ذهنش نگه میداره، مدام اونو بازسازی میکنه و هر بار شاخ و برگ‌های تازه‌ای بهش اضافه میکنه. اما وقتی همون خاطره رو عیناً روی کاغذ بنویسیم، ذهن بالاخره یه نسخه ثابت از اون رو میپذیره و کم کم از حالت نشخوار ذهنی خارج میشه. کار دوم اینه که بعد از نوشتن اون اتفاق از خودمون بپرسیم که اگر امروز همون موقعیت دوباره برای من پیش میومد، دقیقاً چه کار متفاوتی انجام میدادم و چه تصمیمی میگرفتم. و این کارو میکنیم برای اینکه مغز ما متوجه بشه تجربه اون اتفاق بیفایده نبوده و تبدیل شده به یک مهارت. وقتی ذهن متوجه میشه که از یک تجربه چیزی یاد گرفتیم، دیگه کمتر لازم میبینه که اون صحنه رو بارها و بارها برای ما تکرار بکنه. کار سوم اینه که هر بار که خودمون رو در حال مقایسه زندگی با یک مسیر دیگر دیدیم، همون لحظه از خودمون بپرسیم که خب اوکی، اگه اون مسیر رو هم میرفتم، احتمالاً چه مشکلات دیگری، چه مسائل دیگری وارد زندگی میشد. چون ذهن ما عادت داره نسخه های خیالی زندگی رو بی‌نقص تصور بکنه، در حالی که هیچ مسیری بدون چالش نیست. این سوال ساده کمک میکنه تصویرهای ذهنی از حالت رویایی و غیر واقعی خارج بشن و به واقعیت بپردازن. یه تمرین مهم دیگه هم هست که شاید به نظر ساده باشه، اما تأثیر گذاره. هر وقت یه خاطره قدیمی سراغمون میاد، به جای اینکه چند ساعت با اون درگیر بشیم، عمدن توجهمون رو به یک تجربه حسی در زمان حال برگردونیم. مثلا چند لحظه به صداهایی که اطرافمون هست گوش بدیم، مثل صدای تیک تاک ساعت، هم زدن چای یا قهوه، اگر بارون میاد صدای بارون، یا پاهامون رو روی زمین حس بکنیم، یا حتی به نفس هامون توجه بکنیم و فقط حرکت جریان هوا رو در بدنمون حس کنیم. این کارهای ساده به مغز ما یاد میده که از مسیرهای قدیمی فکری بیرون بیاد و دوباره به زمان حال برگرده، به واقعیت زمان حال. شاید هیچ کدوم از این کارها در نگاه اول خیلی بزرگ به نظر نرسن، اما نکته مهم همینه. تغییر رابطه ما با گذشته معمولا با تصمیم‌های بزرگ اتفاق نمیفته. ما همین تمرین‌های کوچیک و تکراری اتفاق میفته. چون ذهن ما سالها عادت کرده مدام به عقب برگرده. پس طبیعیه که یاد گرفتن موندن در زمان حالم به هر حال زمان بره و تمرین میخواد. و یادمون بمونه که گذشته قرار نیست فراموش بشه. انقدر برای فراموش کردنش تلاش نکنیم و انرژی نذاریم، چون بیهوده است. بلکه قرار فهمیده بشه. بلکه قرار ما رو به آگاهی و درس هامون برسونه. و وقتی چیزی واقعا درک بشه، دیگه لازم نیست مدام در ذهن ما تکرار بشه و سناریو سازی کنه. اون وقتی که خیلی آروم در درونمون متوجه میشیم انرژی که قبلا صرف بازگشت به دیروز میشد،
حالا آزاد شده تا صرف ساختن ادامه زندگی بشه. ادامه‌ای که همیشه فقط در یک جا اتفاق میفته و اونم همین لحظه حاله که داریم اون رو زندگی می‌کنیم. امیدوارم که هر لحظه ما سرشار از آگاهی و نور و خرد باشه. ممنون که زمانی رو با من گذراندین. تا پادکست بعدی مراقب دلهای مهربونتون باشید.